سیستم اکسپرس انتری در کانادا کلاً زیر و رو شد. در ماه می امسال مارک میلر وزیر مهاجرت کانادا اعلام کرد که قصد داره در سیستم اکسپرس انتری کانادا اولویت بندی مشاغل انجام بده تا انتخاب مهاجر بر اساس نیازهای شغلی این کشور باشه. اولویت بندی ها هم به ترتیب زیر اعلام شدن: 1. داشتن دانش بالای زبان فرانسه. 2. داشتن مهارت در مشاغلی مثل بهداشت و درمان، علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضی که در کانادا اصطلاحاً به نام STEM شناخته میشن. STEM. 3. شاخه حمل و نقل اعلام شد و 4 هم شاخه کشاورزی. در همین راستا وزارت مهاجرت کانادا امروز اعلام کرد که اولین سری از مشاغل اولویت دار رو میخوان از میون کاندیداهای اکسپرس انتری انتخاب بکنن که این موج اول خورده به شاخه حمل و نقل. در شاخه حمل و نقل هم چه کسانی رو گفتن؟ فقط خلبانان، مونتاژکاران خط تولید هواپیما و رانندگان کامیون‌های تجاری، به قول خودمون راننده ماشین‌های سنگین رو اعلام کردن. از اونجایی که هیچ جزئیات دیگه‌ای مشخص نشده، ما امیدواریم که باز سیستم اونقدر فشار روی زبان نذاره. شما وقتی میای خلبانان رو توی یه زیر مجموعه میذاری با رانندگان، دیگه میدونید، خودتون میدونید چی دارم میگم. امیدوارم یه مقدار آسون گیرتر باشه این سیستم که بر اساس برنامه‌ای که این اولویت بندی گذاشته مشاغلی که واقعا اینجا نیاز هست بتونن راحت وارد بشن و دیگه از راننده کامیون آیلتس 8.5 نخوای. آقای مارک میلر، صدای ما رو میشنوی؟ این ویدیو رو هم میتونید لایک کنید و شیر کنید تا به دست آقای میلر برسه، بلکه بفهمه ما چی میگیم. اکسپرس انتری خیلی سخت شده برای ایرانی‌ها. اوکی، مواظب خودتون باشید. بهرام علیحسینی هستم، مشاور رسمی اداره مهاجرت کانادا و مدیر عامل شرکت ویزا هاوس. پیج ما رو هم فالو کنید چون مجانیه و اخبار خوبی هم گیرتون میاد، ضرر که نداره. فعلا